شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید اولین یوتیوبر جهان چی کسی بوده است و چگونه وارد این شبکه اجتماعی شده است. ما در این ویدیو اطلاعات درباره اولین یوتیوبر دنیا در اختیار شما قرار خواهیم داد که ممکن است پاسخ سوالهای شما هم در آن پیدا شود. جاوید کریم از یوتیوبرهای خارجی را میتوان اولین یوتیوبر دانست. او متولد سال 1989 در جمهوری دموکراتیک آلمان می باشد. تحصیلات خود را در دانشگاه استنفورد به پایان رسانید. جاوید کریم به عنوان بنیانگذار یوتیوب هم شناخته می شود. او در حال حاضر یکی از محبوب ترین های این روزهای جهان است. او از یک پدر بنگلادشی و مادر آلمانی متولد شده است. او علاوه بر زبان انگلیسی به زبان آلمانی و بنگلادشی هم مسلط است. در یوتیوب و فضای مجازی در حال حاضر کریم جاوید یکی از معروف ترین یوتیوبرهای جهان است.